عزیزین بچه ها، من رامسفور هستم. خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید دیگه. بچه ها امروز اومدیم با ادامه بازی به سوی مردگان رو بریم. اگه قسمت قبلش رو ندیدین حتما بریم ببینید که قشنگ داستان بازی رو متوجه بشین که رفتم و حالا زیاد وقت تلف نمی‌کنم. منم لایک و ساب فراموش نشه. اینستاگرام منم فالو کنید. بعد از اینکه لایک و سابم زدین اون زنگوله کنارش هم فعال کنید که وقتی ویدیو گذاشتم با خبر بشید. ایدش عشق منی. بریم سراغ ویدیو. Here we go. خب رفقای گل، بریم سراغ بازی. خب بچه همونطور که من قولشو داده بودم بذار بخش داستانی های دیگه هم بریم. یعنی یه داستان دیگه هستن اصلا، یعنی مربوط به اصل ماجرای بازی نیستن. یعنی یه داستان های دیگه هستن، مربوط به خود بازی نیستن. یعنی ما توی یه شخصیت دیگه هستیم که میدویم. خب ما اینو میریم. ببین من میذارم روی سخت‌ترین حالت دیگه، چون که من خودمم. من خیلی خوب میتونم اسلحه هامو خوب آپگرید کنم. اصلا پولم بی نهایت دیگه. اسلحه هام باید بالای 200 باشه. بذار یه کمی بیاریم پایین تر. خیلی اومدیم. بچه نمیشه دیگه، ما دیگه انتخاب کردیم. بچه ها ببین، من باید یه دونه اسلحه‌مو حداقل تا لول 20 بیشتر آپگرید کنم. من باید ببینیم میتونیم یا نه. آخه دیگه نمیتونم برگردم و اینا. شاید یکم طول بکشه، وقت رو بگیره. اینجا چه رفته پسم اومد. بچه سریع دارم این کارو میکنم. بچه ببخشید همین میکنه ایرور میده، چون که من دارم سریع این کارو میکنم، برای همین همین میکنه ایرور میده. یکم صداشو میگم. الان به لول 12 رسیدیم. نه لول 13 شد 14. داریم به لول 20 نزدیک میشیم بچه ها. زیادم وقت نگرفت. خب این یکی اصلا همونم تا لول فعلا تا لول 18 آپگرید میشد.
بنظرم اینم تا لول 20 آپگرید کنم. چون این سری نمیشه، دکمش ممکن مشکل داره و یکم چند ثانیه وایسی میلش کن. بذار اینو اوکی بابا اینم نمیشه. کن بریم سراغ داستان بازی. دیگه بلکه من داستان اینو میدونم، من داستان اینو شنیدم. بچه ما تو نقش یه سرباز ارتش زن هستیم. No one left behind. Oh! What happened? We just started falling and Are you... No, I don't think so. I haven't seen him. Grab your gear and let's get him moving. Oh, yeah. Beckett, come on! Aim for the head, and don't stop running. The head. Right.
کلاش من یه 2 لول پایین تره لول 16 ولی باز خوبه. بچه من لینک این دانلود این بازی رو تو چنل روبیکان میذارم، برین حتما دانلود کنید اگه خواستید. Clear. Blue Lance, do you copy? What do they say? Blue Lance, this is 3rd Platoon. Request immediate evac. Do you copy? What's going on? No comms. What happens now? Let me think. We need to be seen. Let's head to the plane crash. If they send help, they'll head there. It's a long way. بچه در بخش داستانیش خیلی زیاده، شاید دیگه کل ویدیو شاید همینو بریم دیگه، یه بخشی از وسطاشو میریم یا نه دیگه بزن ولش کنیم برگردیم به اون داستانه هستی، بعدا اینو میرم. تو ما چپتر 2 بودیم.
5 ستاره رو گرفتم. بچه به نظر این مرحله هم بریم. بعد خیلی مزد بخوام ببخشید پشه نشسته بود. بعد دیگه ویدیو رو تموم کنیم. نتونستم چپتر 2 رو تموم کنم. برنامه بود که چپتر بپیشم. چرا اومد بیرون؟ کلا برنامه این بود که کلا هر یه ویدیو رو با یه چپترش رو پیش ببرم تموم کنم، ولی دیگه چشم خورد برم بخش داستانیشو برم دلم خواسته و بخش داستانیش رو برم که شما هم حال کنید. ولی دیگه شانه دیگه تفنگ من لولش 18 با یه تیر دست همشون رو میاره. یعنی با یه تیر سری میمیره. We made it to town. We're safe here in the car for now at least. بچه ها به نظرم تا همینجا کافیه دیگه. ببین
من اصلا برنامهم این بوده هر چپتر رو توی هر قسمتی که این بازی رو میرم تموم کنم. یعنی هر چپتر رو، یعنی مثلا چپتر یک رو تموم کردم، چپتر مثلا، یعنی مثلا پارت اول چپتر یک رو تموم کردم، بعد پارت دو قرار بوده چپتر دو رو کلا تموم کنم، ولی دیگه میدونی چشم خورد یه ذره این داستانای چیزشو برم. این داستانشو الان میبینی، اینی که دستمو گذاشتم روش، این داستانای چیزشو برم. حالا گفتم بذار برم شما هم حال کنید. حالا در من نصف وقتمونو این گرفت، تونستم تقریبا حالا یه کمی از اینو برم. من تقریبا تا کجای چپتر 2 پیش رفتم، تقریبا الان تا وسطاش پیش رفتم. حالا بقیهشو توی پارت بعد میریم. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدین. اگه دوست داشتین حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل منم ساب کنید، زنگوله هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم با خبر بشید. عشق منی. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.